شاید برای شما پیش اومده باشه یه وقتی یک برنامه ای رو حذف می‌کنیم ما کامل حذف نمیشه، فقط آیکون لانچرش میشه. ما می‌خوایم تمام محتویاتش حذف بشه. لایک رو بزنید، سابم کنید تا بگم بهتون چطوری کامل یک برنامه رو از ریشه حذف کنید. در اولین مرحله دکمه ویندوز یا در تسکبار پایین علامت لوگو ویندوز رو میزنیم و کنترل پنل رو سرچ میکنیم. وقتی که بالا اومد روش ضربه میزنیم و منتظر میمونیم. وقتی که بالا اومد دنبال گزینه پروگرامز و پایینش یونیستال پروگرامز میگردیم و روش کلیک میکنیم. وقتی بالا اومد تمام اپ های در حال حاضری که توی ویندوزتون هست رو بالا میاره و حالا به خودتون بستگی داره کدوم رو میخواید حذف کنید. حالا من واسه اینکه شما درک بهتری داشته باشید یکی از برنامه‌هامو حالا میارم که حذفش کنم. حالا مثلا من این 3D تول ابزار رو نمیخوام، یک راست کلیک میکنم و یونیستال رو میزنم. وقتی یونیستال رو زدیم یک صفحه برای ما باز میشه. واسه همه برنامه‌ها تقریبا اینطوریه، شاید شکل اون صفحه فرق کنه ولی خودی که منتظر میمونیم و حالا بالا اومد دکمه یونیستال و بعد نکست رو میزنیم. حالا منتظر میمونیم که برنامه از کل سیستم پاک بشه. وقتی تمام شد یک صفحه واسمون باز میشه که دکمه فینیش رو باید بزنیم. وقتی زدیم میبینیم که برنامه مورد نظرمون دیگه توی ویندوزمون پیدا نمیشه. مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.